11 بار اسمش تو لیست کاندیداهای توپ طلا قرار گرفته و بهش نرسیده. خودش اما هیچ وقت شک نداشته که بهترین بازیکن جهانه. بهترین مالفید ایبراهیموویچ Ambrosini poi Ibra Zlatan batte Ibra Zlatan Ibrahimovic. کارنامه زلاتان پر از رکوردهای باور نکردنیه. او 13 فصل پیاپی تو لیگ هلند، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بازی کرد و 12 فصلش قهرمان لیگ شد و فقط یه بار جام از دست داد. جالبه که تو ایتالیا زلاتان پیراهن هر سه تیم بزرگ لیگو پوشید و با همشون قهرمانی رو تجربه کرد. مخترع کنگ فو فوتبال، قد بلند، قدرت بدنی بالا، تکنیک و شوت‌زنی رو همزمان داشت و با هیچ روشی نمیشد کنترلش کرد. هیچ بازیکنی در تاریخ به اندازه او گل‌های خارق‌العاده نزده. ترافورد ایبرا بردن 16 تا جام مختلف رو تجربه کرد. توی دروازه یا علی عجب، اوه از اون دوباره برگردون دیگه میزنه زلاتان.